سلام. بعد 4 روز رقابت‌ها دور یکمی مرحله گروهی یورو 2024 انجام یافت. در گروه A میزبان مسابقه شاتلندی‌ها را تماماً به احضار نمود. بعد آنکه که شاگردان استیو کلارک از تیم آلمان 5 گل خوردند، اگر آن خود گلی رودیگر نمیشد هیچ به خود نمی آمدند. گل ها را فلاریان ویرتز، کای هاورتز، جمال موسیالا، نیکلاس فیولکروگ و امره جان به ثمر رسانیدند. یولان ناگلزمن باشد گرین خرسند است. همچنین در این گروه شویتزاریا و ونگریا به هم آمدند. در این بازی کارگران کراسنی کرست سری ساباسلای از لیورپول را ویران کردند. هرچند که وارگا با 2 گل شویتزاری ها جواب گفته توانست، ولی امبالو باز یک بار دیگر به سر شاگردان مارکو روسی آبی خنک ریخت. بعد پیروزی 3-1 در جدول، آلمان بالا است، زیرا در بازیش گلی بیشتر زده بود. در گروه بی باشد اسپانیای دلافوینته خروات ها را سخت ملال کردند. این ششکداران حتی به زدن 1 گل هم لایق نشدند، در حالی که مراتا با مارافون گلزنی سر کرد و کارواخال پیر باشد از پس یامال جوان گل سوم آخران را وارد دروازه ششکداران نمود. لامین یامال با همان اسیست خویش جوانترین مؤلف پرتافت گلی در تاریخ یورو گردیده. بچه‌های مودریچ باید با بازی دیگر تیاری دیگر ببینند. در این گروه یک رکورد دیگر را ندیم بیرامی از دسته آلبانیا به نامش مهر زد. گل او بعد خطاگی دیمارکو به دروازه داناروما در دقیقه 23 رقابت خود تیزگارترین گل تاریخ یورو گردید. ولی بعد این گل سراسیمه‌آور باستونی و بارلا کلی مکرون ها را به سر آلبانی ها ریختند. اسپالتی باشد خرسندانه 3 گل گرفت و در جدول بعد اسپانی ها دوم است. در گروه سی اسلوونیا و دانیا به هم آمدند. کریستیان اریکسن دیل کاسال اگر گل نخست بازی را زد، از دست خویلون در این رقابت خاک نآمد. دانیاوی ها باز در خط حمله فاوریتی نشان میدادند، ولی اریک یانجا به اولین مساوی یورو زمین گذاشت. اگر که اوبلاک سیو ها نمی کرد، البته جنتلمن از دانیا هم 3 گل می گرفتند. جفتی دیگر این گروه دسته های انگلیا و سربیا بودند که این بازی با 1 گل یگانه جنبست شد. نیمه اول را انگلیس ها با گل بلینگهم تور شروع کردند که ما گفتیم در این بازی انیق از 10 گل زیاد می شود، اما در نیمه دوم باز هم ساوتگیت را جین زیر کرد و او پامپرز عوض کردن گرفت. خلاص که باخت سربیاوی ها با گل یگانه تا جای مردانوار بود. در گروه دی در دور اول نیدرلند و پولشا به هم آمدند. در این بازی هرچند که بوکسا با گل اولش گلداران را بوکسوت کنی رایی کرد، ولی کودی گاکپو با واوت وگارتس در کمبک کنی خون ندارند. آنها اقیانوس نارنجی کشور لاله ها را هیچ خفه کنی نماندند. این معنی آن را دارد که لواندوفسکی باید سر از بازی دوم خود دست به کار شود. در این گروه همچنین فرانسه و استرالیا جنجال خاص داشتند. در نیمه اولی بازی اگرچه فرانسوی ها با 1 خودگلی ماکسیمیلیان وابر پیش صف شدند، در نیمه دوم دشام اتوبوس سرنگه پارکوفکا کرد. کلیان امباپه باشد با امید رسیدن به رکوردهای نوین بینیش را شکست و در 2 بازی ممکن به میدان نآید. بعد 1 گل قاق فرانسوی ها در گروه البته نیدرلند بالاتر است. در گروه ای باشد اوکراینی ها به ناخواست 3-0 باختند. 1 گروه بازیگران رومینی با نسب‌های دریگوشین و مارین نه تنها بچه‌های زلنسکی را گبزنی نماندند، بلکه باز به دروازه لونینی ریال 3 گلی به جواب فرستادند. اندری ریبروو را از این حالت جز انگشت حیرت گزیدن چیزی نمانده بود. بلگیوی ها با سرداری سابق سرمربی سپارتاک هم در بازی خود باختند. ایوان شانسی اسلواکی گلی بر وقتی زد و دیگر اسلواکیا 11 نفره به خط دفاع خوب کنی رفت. روملو لوکاکو با همسفان باشد هرچند که خود را دراند، دیگر 1 گل هم زدن نتوانست. راستی 2 گلش را داوران به قید نگرفتند و 1 بار دیگر خود کاستلیا بلگیوی ها را از گل دوم نجات داد. آخر این گروه یورو 2024 باشد از دسته دبیوتانت عبارت بود. این هم گرجستان با خویچه بود که در بازی اول ضد ترکان سر به سر شد. هرچند تا میانه بازی گرجی ها در رقابت سرسخت و خون سرد بودند،
ولی یک گل زیبای اردا گولر همگی را دهان بست. بازیگر 19 ساله ریال مادرید ضربه اجرا نمود که ریچا دیگر از بخیلی به سمت آن نگاه هم نکرد. گل سوم ترکان را باشد اکتورکوگلو زده بود و به پیروزی ضد گرجی ها با حساب 3-1 نقطه گذاشت. آخرین بازی دور یکم مرحله گروهی باشد با اشتراک دسته رونالدو صورت گرفت. دسته رونالدو ضد چخیا بهر گلزنی زیاد زحمت کشید ولی اول چخ ها گل زدند. پراوود سر قهر حساب را کشاد ولی گرانچ باشد به دروازه خود گل زد. به مساوی در این بازی کم ترکی دیگر مانده بود ولی شیگو کانسیساو 21 ساله بعد دقیقه 90 به میدان آمد و رونالدو را سخت خرسند کرد. او گل پیروزی آور زد و پرتغالیا را به 3-0 زینه دوم در گروه رساند. این بود همه گپ ها درباره دور اول بازی های گروهی یورو 2024. خیر.